تیم ملی فوتبال تاجیکستان تیم ملی روسیه را که در آخرین قهرمانی فوتبال اروپا جای دوم را به دست آورده بود با حساب 10-0 شکست داد. بازی دوستانه دو تیم هفتم نوامبر سال 2022 در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش در شهر دوشنبه با حضور 2750 تماشابین دایر شد. گفتنی است که تا دقیقه هفتم تیم تاجیکستان به حساب 0-2 بای میداد ولی توانست خود را سرجم کند و به دروازه حریف 10 گل بزند. این هم لازم به ذکر است که 2 گل آخر را فوتبالبازان تاجیک در دقیقه آخرین دقیقه 40 بازی وارد دروازه روسیه کردند. در حیات تیم ملی تاجیکستان فیضعلی سرداروف 4 گل زده پوکر کرد. ادریس یاروف، دلشوب سالوموف و بختیار سولیف هر کدام 2 گلی زدند. در حیات تیم روسیه ینار اسادوف 5 گل پنتاتریک کرد و سرگئی دنیسوف و ارتیوم نیازوف 1 گلی زدند. روز 8 نوامبر تیم‌های فوتبال تاجیکستان و روسیه در دوشنبه بازی دوم رفیقانه دایر می‌کنند. بازی ساعت 29:00 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می‌شود. مخلصان تاجیک در زیر خبر ماچ تیوی درباره از دسته تاجیکستان مغلوب شدن تیم فوتبال روسیه به شورای ورزش روسیه واسیلی اوتکین سلام فرستاده او را به مسخره کشیدند. اوتکین اخیراً بولان طنزآمیز تصمیم تیم ملی فوتبال روسیه برای دایر کردن بازی رفیقانه با تیم تاجیکستان را به مسخره کشیده بود. در همین حال والری کارپین سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه روز 7 نوامبر هیئت نهایی تیمش برای مشق‌های ماه نوامبر اعلام کرد. این مشق‌ها از 14 تا 20 نوامبر صورت می‌گیرند و در این بین روزهای 17 و 20 نوامبر تیم روسیه در دوشنبه و تاشکند با تیم‌های تاجیکستان و ازبکستان 2 بازی رفیقانه انجام می‌دهد.